ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 39-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 16. بله، کریم حق دارد همین طور گوید. لیکن کریم از احوال او بی خبر است. عایشه هم در بین مرگ و زندگی بود. عایشه هم قریب مرده بود. عایشه شبها روزهای بسیاری در غم کریم به یاد کریم نخورد نه آسایید. لیکن چیکار کند که افتاده ماندن کریم را با چشم خود دیده بود. این مردک، این اسد مخصوم زوراوری نکرد و حالان که از دستش می آمد فریب و نیرنگ نکرد، هرچند که به آن مهارت دارد. فقط کوشش کرد که دل او را به دست آورد، با محبت، با صمیمیت، با فروتنی، با صداقت باوری پیدا کنانید و بعد به ناموسانه با همه قاعده مسلمانی نکاح کرد و دو دل یک شدند. خیر میلش. فیروزه خودش دید، شنید. نخواد که طعنه و سرزنش کند. مادر عایشه بیبی رجب از دخترش زیادتر درونش را میخورد. آخر وی کریم جان را چون فرزند خود کلام کرده بود. عایشه را به وی قریب گهواره بخش کرده بود. خانه داماد می کنم، یک فرزندم دو می شود. خاطری ارواح ها، خاطری گذشتگان شاد می شود و همه از این توی، از این نکاح دلخواه خرسند و شاد و ممنون می شوند گفته بود. حیدرقول مخصوصا تعیین کرده بود که توی سرخ کنند. اولین توی سرخ، توی نوی، همین زمانوی کنند گفته بود. بعد باز در بخارا خودش حیدرقول سردار شده ایستاده توی کردنی بود. همه این آرزوی و نیتها با یک تیر از میان برداشته شدند. کارها چپه و پاسکونه شده رفتند. خیریت که حالا این مردکی بطال به انصافی کرد، زوراوری نکرد، با رضای و رغبت و قاعده و قانونی مسلمانی نکاح کرده گرفت. خیر، تقدیرمان همین بوده است. فیروزه جان دختری با عقل و باهوش خودش دید و شنید. به تقاش هم رفته راستی گپه میفهمانیدگیست. حیدرقول هم بسیار یک رها و زعم است. گفت به خاموشی خلل داده بیبی رجب. چرا گفته ای من نشد؟ گفته ایستادنش ممکن. لیکن جان فیروزه جان، الهی برکه عابد، از خودتان چیزی پنهان نماند. نقص کرده فهمانید، احوال ما را گویید و اگر تواند یک بار بیاید با ما آشتی شود. میلش گفت فیروزه. میگویم، البته میگویم.
شما هیچ اندیشه نکنید، هیچ گپ نی. تقدیر و نصیبه همین بوده است. کنی وقت و فرصت گذرد، خودی رفتی زندگی همه کج و کلیبی ها را درست کرده میماند. کنی گیرید، دهان شیرین کنید، گفت عایشه فیروزه را به دسترخوان مرعد کرده. در این دم اسد مخصوم در مهمانخانه به معاونهایش و سردارانی اسکرانش مجلس خیلی مخفی و خیلی مهم می‌گذرانید. به نعیم تلخ و سید پهلوان سپاریده شده بود که از اطراف باغ و گرد و اطراف حولی باغ با خبر باشند. هیچ کس، هیچ جانزاده به مهمانخانه و یا قریبی آن راه نیابد. اسد مخصوم به دوستان خود مرام و مقصدش را کشاده داده، از پلن‌های امروزه آنها را با خبر می کرد. راستش را می گویم که من به شما برادرانم هر مشکل را آسان کرده می توانم. به قهرمانی، فداکاری و ناترسی شما باوری و اعتقادم کلان است. لیکن چطوری که گفتم، در آینده نیت و نقشه های کلان داریم. کارهای کلان و مقصدهای بزرگ به قوتی کلان، به قوتی توانا به دست نمی درآید. من می خواهم که دست ما در همه کارها بالا باشد. من می خواهم همین کمیسیه ما که حالا نظر ناگیرک می نماید اساسی حاکمیت شورایی در بخارا باشد. باید ما و شما فرمان فرما باشیم. کارها را باید ما و شما حل کنیم. نباشد مملکت از دست می رود. بله، مملکت از دست می رود. از یک طرف انگلیس ها، از طرف دیگر امیر و باسمچی ها و از یک طرف روس ها. به گمانم در اینجا بودگان هیچ کس نمی خواهد که بازگشت غلامی امیر یا که هندوها بر این اسیری انگلیس ها شود. حکومت حاضره جمهوریت بخارا در این باره فکر نمی کند. بیرون شهر را به ما سپاریده، خودشان در کاشانه ها با کیف و صفا مشغول. زور بیاید به تاشکند و مسکو مراجعت می کنند. گپ این تو نشده است. انا بنابران من خواستم که دسته جبار قرباشی را تسلیم کننده به خودمان همراه کنم. از یک کس دو کس نقصتر البته. لیکن تخمین جبار تکلیف ما را قبول نمی کند. می خواهد که به پیش پای پاشا بیبی برده همه یراقش را پرتاید و گوید که وی دیگر جنگ نمی کند. من بسیار گپ زدم، فهماندم، نشد. احمقی یک رو نمی گوید. امشب صحبت آخرین و قطعی ما می شود. یا تیر می کفد یا جواز. یک دو نفر از خوشامدگویان مخصوم خندیده گفتند: البته کاسخانه سری جبار می کفد. ها بله، گفت مخصوم. انا بنابران هم من شما را جیغ زدم. اولش همین که امشب ما فقط خودی جبار قرباشی و دو معاون بطال او را خبر کردگی. ضیافت کلان می شود. میلش آنها با یراق بیایند. لیکن ما همه گویا بی یراق می نماییم. یراق های ما تپانچه های پرتیر در تک خان تخته در جاهای معین می شود که این را شما می دانید. همین که من اشاره کردم، نعیم تلخ تو، عاقلوف شما، اسمت جان و خودی من برابر تپانچه ها را گرفته به سینه آنها راست می کنیم. یک باره در دمی در و تیریزه ها
با ملتقهای تیار پیدا می شوند و ما جبار را شریکانش کتی بی‌یراق کرده دستهایشان را می بندیم و موافق قرارداد به چیکه برده به واسطه آدمان آنها در ریگستان می پرانیم. در این بین شما سرکرده ها همه آدمانتان را نامعلومکک به گردی اردوگاهی باسمچیان برده مهیا و آماده نگاه می دارید. شما اسمت جان سرداری می کنید، همین که ما قرباشی و شریکانش را برده به چیکه سپاریدیم به اردوگاهی یگیت‌های قرباشی می رویم و همه را تابع خودمان می کنیم. آنها را به خودمان همراه می کنیم؟ پرسید آقیلف. بله، سپارش همین طور شدگی. لیکن من فکر می کنم که بعدتر آنها را رام کرده به خودمان همراه می کنیم و یراقشان را برگشته می دهیم. لیکن این در بین خودمان ماند. مخصوم گپش را تمام کرد و فکر پرسید. معاون و یاری دهندگانش که فعل او را نقص می دانستند همه با یک زبان نقشه و پلانهای مخصوم را معقول دانستند. پس مخصوم به هر کدام آنها سپارش مخصوص داده مجلس را پوشیده اعلان نمود. سرکرده ها از مهمانخانه برآمده در ترددی کار شدند. اسد مخصوم سید پهلوان را جیغ زد. زود رفته عصا را به اینجا بیارید. سید پهلوان خرسند شده رفت که عصا را بیارد، زیرا می دانست که عصا آزاد می شود و فیروزه خیلی آسوده می گردد. عصا در خانه یک دره پای می سوخت، زیرا که از سید پهلوان آمدن فیروزه و نیت مخصوم را دانسته بود. کنی بیا عصا جان، گفت سید. مخصوم جیغ می زنند. یگان کشایش می شدگی بری. عصا بروی حولی برآمد. پاسبانی تییدر خواست که با ملتقش او را پیش اندازد، لیکن سید پهلوان اشاره کرد که لازم نی. پاسبان هم از خدا طلبیده به طرف منزلش رفت. عصا در مدت این چند روز خیلی لاغر شده رنگش کنده مانده بود، لیکن نوید سید پهلوان را شنیده چهرهش گشاده شده بود. همین که مهمان خانه در آمد فیروزه را دید که به سرش فرنجی ولی رویش گشاده با مخصوم نشسته صحبت می کند. وی اول یک لرزید و رشکش آمد، ولی زود به خود آمده با دو دستی کشاد خود را به سوی فیروزه پرتافت و او را در آغوش گرفت. سلام سلام، گفت وی به مخصوم اهمیت نداده. هرچی تو را می دیدیم، هرچی همین روز بوده است. نباشد چی گمان کرده بودی؟ با تبسم پرسید اسد مخصوم و خودش جواب داد. ما تو را فقط یک چند روز از تشویش زندگی و جنگ و جوش فیروزه خان خلاص کرده آورده مهمان کردیم، دیگر هیچ گپ نی. ها نغز شما، آسوده باشید، آسوده باشید، می گفت فیروزه به وی. به مهمان کردگیتان رحمت، گفت سخت کرده عصا. اگر شما را هم ما همین طور مهمان می کردیم نمی دانم چی می گفتید. ما هیچ چیز نمی گفتیم، گفت خندیده اسد و پس از کمی خاموشی از جا برخاسته به عصا و فیروزه نزدیک شد و به گپش دوام کرد. خیر، معذرت می خواهم. از طرف من از طرف معاونهایم یک نافهمی شد و مرتکبی همین گناه شدیم. باز معذرت می خواهم، خفه نشو. من به فیروزه خان همه گپ را گفتم. این کس از گناه ما گذشته.
گمان می کنیم که تو هم به دلت نمی گیری. بعد از این کارها تکرار نمی شود. الهی تکرار نشود که، گفت فیروزه، اکنون نقص نمی شود. ما از ظلم امیر خلاص شدیم، آزادانه حیات می گذرانیم. می گوییم باز همین خیل رفتارها شده ایستد. نمی دانم چی گویم، دیگر طاقت کردن ممکن نه. نه خاطر جمع، گفت اسد. من و همه رفیقان من برای آسوده خوابیدن شما، به سلامتی شما شب و روز آرام نگرفته پاسداری می کنیم. خیر، به شما بی وقت شد. من فرمودم فیتان در تک دروازه منتظر به حوریتان برده می ماند. انا این از من به شما یک هدیه بی ارزش. اسد مخصوم از دست سید پهلوان جامه بی قصب را گرفته به کتف عصا پرتافت و یک سربند کلان ابریشمین را به کتف فیروزه گذاشت. فیروزه از چشمان عصا خوانده دید که می خواهد هدیه مخصوم را رد کند. بنابراین زود به گپ در آمده گفت هیچ لازم نبود، لیکن از بس که امکی سید پهلوان تشویش کشیده آوردند، میلش رحمت به شما. خودی مخصوم سید پهلوان و نعیم تلخ آنها را تا به بیرون دروازه گسیل کرده به فیتان دو اسبه کلان و با حشمت سوار کردند که میرک الکی در آنجا بود. داده شما چی؟ پرسید وی از سید پهلوان. من پگاه به خانه می روم، گفت سید پهلوان. با چت سلام گوی، خوب شده است، گفتمان میرک. سید پهلوان اشاره کرده فیتان به راه در آمد. فیروزه و عصا به سوی این پیری پرتدبیر با منتداری و تشکر نگاه کرده سر جنباندند. قسم 17. کمیته مرکزی اجرایی بخارا در بالای ارک در حوری قشبیگی که ویران نشده مانده بود جا گرفته بود. آن وقت ها ریگستانی بخارا هم تقریباً به حال پیشتره خود بود. در یک طرف مسجدی پاینده، در طرف دیگر مدرسه مشهور و تاریخی دارالشفا. میگویند که در مدرسه دارالشفا در وقتش ابو علی ابن سینا کار کرده و درس داده است. در میانه میدانی سنگ فرش، در آخر راهی کلان و بعد بازار حفظ و مسجدی بالای حفظ. در بالای دروازه خانه ارک با خطی جلی و حرفهای کلان لوحه‌ای بود که به زبان ترکی بخارا مرکزی اجراییه کمیتسی نوشته شده بود. در ایوان نقارخانه ارک ساعتی کلانی اقربکش 1 متری می ایستاد. در دم دروازه ارک 2 نفر میلیسه نگهبانی می کردند، ولی اجازت بود که مردم به بالای ارک برایند و هر عریضه‌ای که دارند به کمیته انقلابی بیان نمایند. لیکن به هر حال مردم به آنجا کمتر می برآمدند. شاید واهمه سلوک امیری هنوز از بین نرفته بود. در بالای ارک مهمانخانه رحیم خانی، ایوان و تخت مرمری آن جا به جا بود و اجازت بود که مردم در آمده تماشا کنند. اما در دم دروازه حوری قشبیگی باز میلیسه و کماندنت بود و فقط پس از دانستن مقصد مراجعت کنندگان به در آمدن اجازت می دادند. طرف حرم و اردکی تمام سوخته خراب گشته بود، مسدود بوده، تخته زده مانده شدگی بود. آن روز در مهمانخانه کلان حوری قشبیگی
که کابینت رئیس کمیته اجراییه بود مجلس دوام می کرد. در مجلس میرزا محی الدین، عبدالقادر محی الدینف، عثمان خواجهیف، معین جان مخصوم، عظیم جان شریف جانف، جوره کاروان، رحمت رفیق، مختار سید جانف، عاریفف، احمد جان ابو سعیدف، نظام الدین، حاجی حسن بیک، حیدر قول، حکیمف و دیگران حاضر بودند. در یک طرف اسد مخصوم، معاونهایش عاقیلف و اسمت جان خان نیز نشسته بودند. در این مجلسی مهم که مسئله فعالیت اسد مخصوم را محاکمه می کردند، فیض الله خواجهیف نبود. با کاری مهم به مسکو رفته مانده بود. هرچند حیدر قول خواست که تا آمدن وی این مسئله را تأخیر دهند، لیکن برای چی بود که ریاست کمیته اجرایی مرکزی طلب او را قبول نکردند؟ با بهانه‌های بسیار این مسئله را در همین مجلس محاکمه کردنی شدند. رئیس مجلس عبدالقادر محی الدین بود و یکی از اربابان دولتی ریسپوبلیک خلقی بخارا بوده. ذکاوت و فراست زور داشت، لیکن دولت، منصب و جاه او را وادار می کرد که گاها برای تأثیر نفوذ و مغلوب کردن طرف دیگر که به پیش راهی او غاو می شد از اسد مخصوم بر این کسان استفاده برد. در مجلس آن روزه مسئله اول مسئله معارف و به خارجه فرستادن طلبه بود. در این خصوص ناظر معارف قاری یولداش پولادف سخن می کرد. ما دارالمعلمین کشادیم، کورس های احضاری کشادیم و کوشش داریم که هرچه زودتر برای مکتب ها معلم، برای اداره ها خدمتچی و برای خواجگی خلق متخصصان رسانیم. ولی افسوس که ما با طلب حیات پا به پا رفتن نمی توانیم. قدرتمان نمی رسد. اگر با راه خودش برسیدن کدرها منتظر شویم، کمش باز 3-4 سال لازم است. بنابراین ما قرار دادیم که به خارجه طلبه فرستاده کادر تیار کنیم. حالا دفعه اول به مسکو، به تاشکند، انا بعد به گرمانیا، به برلین و به ترکیه طلبه می فرستانیم. ترکیه و گرمانیا طلبه های شما را قبول می کنند یا نه؟ پرسید عثمان خواجه. قبول می کنند، گفت قاری یولداش. ما به واسطه سفیرهای خودمان گپ زنان کردیم. وزیرهای معارف هر دو مملکت هم راضی شدند. البته برای تحصیل و زندگی طلبه ها یک مقدار پول لازم می شود که همه آن در این نقشه و سمیت داخل کرده شده است. روسیه خودمان دارالفنون‌های بسیاری دارد. لنینگراد، قزان، خرکف، باکو. با این جاهایی که شما نامبر کردید نیز طلبه می فرستانیم. یک قسمی طلبه ها به باکو الکی رفتند. در مسکو، در لنینگراد هم طلبه ها هستند و باز می فرستانیم. لیکن به گرمانیا طلبه فرستاده ما متخصص های تکنیکی، انژینرها، دکترها تیار می کنیم. در ترکیه باشد شرایط خوب، بچه ها از جهت زبان چندان مشکلی نمی کشند. به خارج جمع چقدر طلبه می رود و آنها را از کجا و چطور انتخاب می کنید؟ پرسید رئیس. همه این مسئله ها در این نقشه‌ای که تقدیم می شود نوشته شده است. به گرمانیا 80 نفر، به ترکیه 100 نفر، به روسیه 200 نفر. کمیسیه مخصوص معین شده است که از بین طلبه ها پیش قدم مکتب ها را جدا کرده گیرد. برای بخارای آن روزه در حقیقت کادر از همه چیز لازم تر بود. چاره‌بینی های داخلی معارف این طلبات را قناعت کنانیده نمی توانست. بنابراین به دیگر شهرها طلبه فرستادن ضرور بود. آن روز در مجلس کمیته اجرایی مرکزی این مسئله را خوب محاکمه کردند
و در آخر به چنین قرار آمدند که نقشه و سمیته پیشکش کرده معارف را اساساً تصدیق کرده برای مفصل آموخته حل کردن آن به ریاست کمیته اجراییه وظیفه سپاریده شود. پس از به آخر رسیدن مسئله معارف، عبدالقادر محی‌الدینف مسئله دویم را سر کرد. درباره کاری کمیسیه فوق العاده اطراف گفت وی: اسد مخصوم، عاقلف و اسمت جانها هستند، بسیار خوب. سخن به رفیق حیدرقل. لیکن پیش از سخن این رفیق که رئیس کمیسیه تفتیشی بود، همین را گفتن می خواهم که کمیسیه فوق العاده اطراف عموماً وظیفه خود را باید و شاید اجرا کرده ایستاده است. آن خوف و تهدید باسمچیگری که پیش از تشکیل این کمیسیه وجود داشت حالا برطرف گردیده است. خلق اطراف بخارا از بدترین یغماگر و خونخور جبار قرباشی که همیشه تهدید می کرد یک و یک بار خلاص شد. در همه این کارها جانسپاری، غیرت و دلاوری شخصی اسد مخصوم نمودار ایستاده است. من باوری دارم که در وقت محاکمه کاری این کمیسیه اعضایان کمیته مرکزی اجراییه اینها را در نظر می دارند. مرحمت رفیق حیدرقل. حیدرقل که پس از تفتیش کارهای اسد مخصوم تمام به یک قرار معین آمده و فریب و نیرنگ‌های وی پی برده بود، از این مقدمه رئیس مجلس حیران شده ماند. فکت‌ها دلیل می‌کنند که اسد مخصوم کارهای غیر قانونی، حتی کارهای ضد حکومت شورایی کرده ایستاده است، اما در اینجا به وی منتداری می‌کنند. پس حیدرقل در برآمد خود به کدام یک نکته ایستاده گذرد؟ در اینجا نشستگان قسماً اعضایان فرقه کمونیستی می باشند. نخواد که بلیت فرقه را در بغل داشته درویگی کنند. مقصد از این درویه شدن چیست؟ به فایده کی؟ اما حیدرقل باید راست گپ زند. آنچه که می داند و آنچه که دید و فهمید همه را باید روی راست گوید و پیش از همه منفعت خلق، منفعت انقلاب را در نظر دارد. پس حیدرقل از جا برخاست و به کاغذهایی که در دستش بود یک نظر کرد و به سخن درآمد. رفیقان محترم، اعضایان کمیته مرکزی اجراییه، با سپارش شما به حکومت جمهوریت بخارا، کمیسیه مخصوص در هیئت رفیقان نظام الدین حکیمف و من کارهای کمیسیه فوق العاده مبارزه با باسمچیان اطراف بخارا را از نظر گذرانیدیم. کمیسیه اطراف در بدل کار خود در حقیقت کم و بیش وظیفه سپاریده شده را اجرا هم کرده است. مثلا یکی از کارهایی به نظر نمایان آن برهم دادن دسته غارتگری جبار قرباشی است. باز دزدهای جداگانه و راهزنها را به قدر امکان از میان برداشته است. لیکن در برابر همین اسد مخصوم و شریکان وی که قانون فوق العاده انقلابی را در دست داشتند از وظیفه و حق و حقوق خود سوی استفاده بردند. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 39-ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.